به نام الله بخشاینده و مهربان. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. در آیت 184 سوره بقره چنین آمده است: روزهایی به شمار باید روزه دارید، پس هر کی از شما بیمار یا مسافر باشد روزه داشتنش از روزهای دیگر است و بر آنانی که می توانند روزه بدارند لیکن با مشقت روزه می دارند فدیه طعام مسکین را بدهند. پس شخصی کار خیر را یعنی زیاده از این بجا آورد این برای او بهتر است. و اگر باشد که بدانید برای شما بهتر آن است که روزه بدارید. از مضمون این آیت معلوم می گردد که مهلت روزه داشتن 1 سال و نیم سال، 40 روز یا 50 روز یا 1 هفته یا 1 روز نیست، بلکه یک چند روزی با شمار است که الله تعالی بر امت اسلام همچو رحمت از رحمتهای خود انعام نموده است. البته روزه داشتن موافق به خود مشکلی ها نیز دارد. از برای همین الله سبحانه و تعالی مهربانی خود را برای بندگان خود ظاهر نموده فرموده است که اگر شما در ایام رمضان بیمار شدید یا به سفر برآمدید برایتان نداشتن روزه اجازت است. اگر بیمار صحت یابد یا مسافر به خانه اش یا به جای به مشقت رسد قضای چند روز روزه نداشته اش را می دارد. نزد علمای معتبر اینچنین زنهای حامله یا شیرده اگر به خودشان یا به فرزند شیرخوارشان خوف زیان برند روزهشان را کشایند. بعد این حالتها را گذرانیدن آن روزهای نداشتهشان را روزه بدارند. آنان که می توانند روزه بدارند اما به مشقت مثل شخصان پیر و فرتوت یا ضعیف یا گرفتار بیماری که دوا ندارد امید صحت شدن ندارد در سر وقت به جای روزه داشتن می توانند به عوض هر یک روز با یک درویش در کدام مکان زندگی کنند 2 وقت طعام میانه آنجا را دهند یعنی فدیه دهند. در فدیه دادن با خواهش خود اگر به درویش خیر بیشتری کند من نیست بلکه خوب حسابیده شده است یا به عوض 1 روز روزه چند درویش را طعام دهد این خوبتر است. الله تعالی در آخر آیت فرموده است که شخصانی که طاقت روزه داشتن دارند اگر ثواب روزه داشتن و مکافات آن را می دانستند از خوردن و فدیه دادن روزه داشتن برای آنها بهتر بود. معاذ رضی الله عنه و همچنین امام بخاری رضی الله عنه از سلامت ابن اکوع روایت کردند که در اول اسلام روزه داشتن اختیاری بود. کسی خواهد روزه می داشت کسی خواهد نه. لیکن برای شخصانی که روزه نمی داشتند به درویشان فدیه دادن واجب بود. بعداً این عمل با جزء آیت بعدی برای شخصانی که طاقت روزه داشتن دارند
منسوخ یعنی از عمل من اعلان شد. اما حکم آیت چنانه که از ابن عباس روایت شده است در حق شخصان پیر خواه مرد باشد خواه زن به اصل خود باقی مانده است، یعنی در حالت ناتوانی، در حالت بیماری یا در حالت حامله‌داری روزه خودشان را میخورند و از روزهای دیگر روزه می‌دارند. زیرا روزه داشتن حس تقواداری را در انسان بیدار می‌سازد. روزه برای صاحبش از آتش دوزخ سپر است. روزه سبب درآمدن به بهشت است. روزه برای از حال مسکینان و بینوایان باخبر شدن و زیاد نمودن رحم و شفقت بین مردم است. روزه خصوصاً سلامتی را درست می‌گرداند و باز سبب بسیار فایده های می شود که ما اکثرش را نمی‌دانیم. لیکن در جزء آیت مذکور آمده که این تطوع خیراً. بعضی از مفسران این را اشاره به روزهای نفلی داشتند، یعنی نه اینکه روزه فرضی بلکه روزه نفلی هم داشتن خوب است. الله داناتر است.